بیماریم شدت گرفته بود و محمد دیگه مثل قدیم کنارم نبود. یه روز که اینستاگراممو باز کردم توی استوری دوستم عکسی رو دیدم که نزدیک بود سکته کنم. سلام دوستای گلم، من سمانم، نویسنده و راوی کانال رد پای عشق. نمیدونین به چه زحمت این داستان واقعی و عجیب رو براتون پیدا کردم. تا انتهاش گوش کنید و امیدوارم مثل خودم از شنیدنش لذت ببرین. فقط میدونید دیگه به خاطر حفظ حریم شخصی افراد توی تمام ویدیوها از اسامی مستعار استفاده میشه. بریم برای شنیدن این داستان. 18 سالم بود که دانشگاه قبول شدم و رفتم واسه ثبت نام. یه سری از کارام که انجام شد خسته و مونده روی نیمکت توی حیاط نشسته بودم که خانومی تقریبا همسن و سال مامانم اومد و کنارم نشست. با هم خوشو بشی کردیم و بهم گفت اونم دانشگاه قبول شده و رشته هامونم یکی بود. جفتمون حسابداری قبول شده بودیم و برام جالب بود توی این سن و سال کنکور شرکت کرده و قبول شده. ازش خوشم اومده بود و با هم دوست شدیم. اسمش رویا بود و 2 پسر بزرگ داشت و شوهرش رو وقتی بچه‌هاش کوچیک بودن از دست داده بود. از همون وقت هم با درآمدی که از آرایشگری داشت و حقوق شوهرش که انگار کارمند بانک بود، بچه‌هاشو بزرگ کرده بود و خودش هم بعد از چند سال صاحب یه سالن آرایش بزرگ شده بود. زن خود ساخته ای بود و حالا هم واسه دل خودش کنکور داده بود و اومده بود دانشگاه. از این خانمای محجبه بود که وضع مالی خوبی هم داشت. یه سری نقاط مشترک جالب با هم داشتیم که باعث شد جذب هم بشیم. مثلا ظاهرش و شخصیتش خیلی شبیه مامانم بود و از همون روز اول آشناییمون حس می‌کردم انگار سال‌هاست میشناسمش. یا اینکه پسر بزرگش و بابای من هر دو طلافروشی داشتن. با شروع کلاس‌ها هر روز همو می‌دیدیم و با هم بودیم و رویا یکی از بهترین دوستام شده بود. من توی یه خانواده مذهبی به دنیا اومده بودم و فقط یه خواهر داشتم که اونم مثل مامانم محجبه بود. اما خودم اعتقادی به چادر گذاشتن و حجاب گرفتن نداشتم و مامان و بابامم آدمای روشنفکر و بروزی بودن و هیچ وقت من و خواهرمو مجبور به انجام کاری نمی‌کردن. از 1 سال قبل از اینکه دانشگاه قبول بشم یه پیج اینستاگرام واسه خودم زده بودم و توش از خودم عکس و فیلم میذاشتم. پیجم عمومی بود و 4-5 هزار تای مخاطب داشتم که اکثراً به خاطر چهره خاصی که داشتم دنبالم میکردن. من قدم بلند و اندامم کشیده بود. پوستم سفید و چشمام آبی رنگ بود و موهای پیچ و تابدار بلوند داشتم. من و خواهرم با اینکه 2 سال با هم تفاوت سنی داشتیم اما کپ هم بودیم و همه میگفتن شبیه ایرانیان نیستیم. تو دوران بچگی که خیلی با هم اشتباه میگرفتنمون و فکر میکردن ما دوقلوییم، اما بزرگتر که شدیم به خاطر تفاوت پوششمون دیگه قابل شناسایی شده بودیم. با فالوورام ارتباط خوبی گرفته بودم و اکثریت دوستم داشتن و براشون جالب بود که چطور میشه دختر یه خانواده مذهبی اینقدر راحت و آزاد باشه و رابطه خوبی هم با پدر و مادرش داشته باشه. کم کم فهمیدم میشه توی اینستاگرام آموزش دید و تکنیک هایی واسه رشد پیج وجود داره که بشه ازش کسب درآمدم کرد. برام جذاب بود و علاوه بر درس و دانشگاه واسه پیجم هم حسابی خرج میکردم که فالوور بیشتری بگیرم و بتونم به درآمد برسم و آموزش های مختلفی هم میدیدم. آخرای ترم دوم بود. یه روز رویا وسط کلاس حالش بد شد و چون گوشیشو خونه جا گذاشته بود گوشی منو ازم گرفت و به پسرش محمد زنگ زد که بیاد دنبالش. منم چون سرگیجه داشت تا دم در باهاش رفتم و پیشش موندم تا پسرش برسه. محمد یه پسر هیکلی و 4 شونه بود با موهای صاف و ریش و سبیل مشکی. وقتی رسید جلوی در دانشگاه با دیدنمون پیاده شد و جلو اومد و با هم سلام علیک کرد. پسر با شخصیت و سربزیری بود. در نهایت ادب ازم تشکر کرد و با احترام دست مامانشو گرفت و سوار ماشین شدن و رفتن. چهره خیلی متین و جدی داشت، جوری که آدم میترسید باهاش حرف بزنه و هم کلام بشه. گذشت و 1-2 ماه بعد وسطای تابستون بود که یه پیام توی اینستا بهم داد. اول نشناختمش و تو پیجش هم اسمی از خودش نبود. یکی از استوریامو ریپلای زده بود و زیرش نوشته بود فتبارک الله و احسن الخالقین. من پیامش رو دیدم و مثل بقیه پیامایی که برام می اومد لایکش کردم. چند دقیقه بعد پیام داد نشناختین؟
نوشتم نه متاسفانه. بعد گفت من محمدم، پسر دوستتون رویا. از اینکه پیجمو پیدا کرده بود و بهم پیام داده بود تعجب کردم. بهم گفت اگه بشه میخوام ببینمتون و با هم یه قرار گذاشتیم. تا روز بعد برسه و بریم سر قرار فکرم 1000 راه رفت و خیلی کنجکاو بودم ببینم چی کارم داره. توی یه کافه معروف که همیشه با رویا میرفتیم قرار گذاشته بودیم. من با آژانس رفتم و اونم با ماشین شاسی بلند نقره‌ایش اومد و تقریبا همزمان با هم رسیدیم. آدم شیک پوش و مرتبی بود. کت و شلوار پوشیده بود و بوی عطرش همه فضا رو پر کرده بود. با هم وارد کافه شدیم و یه جای دنج نشستیم و قهوه سفارش دادیم. محمد یکم حرفای متفرقه از دانشگاه من، کسب و کار خودش و این چیزا زد و بعدش هم بهم گفت اگه من دوست داشته باشم با هم بیشتر آشنا بشیم. ازش خوشم اومده بود. از اون دسته پسرایی بود که میشد بهشون اعتماد کرد. اما از نظر ظاهری و اعتقادی و این چیزا کلا با هم متفاوت بودیم. جوری که حس میکردم وقتی با همیم خیلی جلب توجه میکنیم و همه نگاهمون میکنن. بهش گفتم باشه من مشکلی ندارم، اما بعید میدونم من و شما هیچ نقطه مشترکی با هم داشته باشیم. گفت نه، همیشه نباید از روی ظاهر آدما رو قضاوت کرد. منم متوجه تفاوت‌های ظاهریمون هستم، اما از نظرم با این همه تفاوت اگه بشه به یه نقطه مشترکی رسید خیلی قشنگه. دورادور میشناختمتون و وقتی اون روز جلوی دانشگاه دیدمتون متوجه شدم که چرا مامانم ازتون انقدر تعریف میکنه. بعد از اونم صفحه اینستاگرامتون رو دیدم و خلاصه این شد که الان اینجا در خدمتتونم. صحبت کردنش به دلم نشسته بود و منم کنجکاو شده بودم بیشتر بشناسمش. بعد از اون روز دوستیمون ادامه پیدا کرد و خیلی وقتا با هم بیرون میرفتیم. چند ماهی که گذشت یه روز محمد ازم خواست یه سفر کوتاه با هم بریم. گفتم درسته که مامان و بابای من خیلی دوست دارن، اما سفر رو بعید میدونم اجازه بدن. گفت نه اجازه میدن. قبل اینکه به تو بگم رفتم پیش حاجی و ازشون اجازه گرفتم. با تعجب گفتم اونم اجازه داد من با تو بیام مسافرت؟ سری با لبخند تکون داد و گفت آره. وقتی فهمید کجا میخوام ببرمت اجازه داد. هیجان زده گفتم خب کجا قراره بریم؟ گفت همون جایی که خودم هر هفته میرم و همونجا بود که مهرت به دلم افتاد. گفتم جمکران؟ گفت آره جمکران. دلم یه حال عجیبی داشت و فکرشو نمی کردم همچین جایی بخواد ببرتم. سفر خاطر انگیزی بود و تو مسیر کلی بهم خوش گذشت. محمد آدم خوش مشربی بود. آواز میخوند، خاطره تعریف میکرد، از اعتقاداتش که شدیداً بهشون پایبند بود میگفت و خلاصه انقدر خوش گذشت که نفهمیدم چطور رسیدیم. جلوی در مسجد جمکران هم یه چادر سفید خیلی خوشگل بهم داد و گفت اینو بنداز رو سرت. مامان و بابام خیلی وقتا اینجا اومده بودن، اما من اولین بارم بود و برخلاف تصورم حس خیلی خوبی هم داشتم. رفتیم داخل و من یه جا نشستم و چند تا عکس و فیلم از خودم گرفتم و استوری کردم. فالوورام که هیچ وقت منو با حجاب ندیده بودن کلی پیام دادن، یه سری تعریف کردن و خوششون اومد، یه سری هم بد و بیراه گفتن و بهم گفتن معلوم نیست کجا قراره استخدام بشی که رفتی جمکران و این عکس‌ها رو گذاشتی. من تا اون روز از محمد حرفی نزده بودم و معرفیش نکرده بودم. یه ساعتی که گذشت محمد اومد بیرون و کنارم نشست. یکم سرتاپامو برانداز کرد و گفت زیباییت با این چادر 100 برابر شده. خندیدم و گفتم نکنه میخوای منو توی رو درواسی بذاری چادری بشم؟ گفت نه اصلا، هر آدمی آزاد خودش واسه سبک زندگی و پوشش و رفتارش تصمیم بگیره. من تو رو همینجوری که هستی دوستت دارم. تا اون لحظه هیچ وقت بهم نگفته بود دوستم داره و خیلی فاصله و حد و حدودش رو با هم رعایت میکرد. از شنیدن این حرفش مو به تنم سیخ شد و خیلی به دلم نشست. هیچ وقت توی چشمام زل نمیزد، اما اون روز وقتی داشت با هم حرف میزد مستقیم توی چشمام نگاه میکرد و حس و حالش کلاً عوض شده بود. بهم گفت من تا حالا دختری مثل تو ندیدم، تو اوج زیبایی و وقار و نجابت. بعد دست کرد تو جیبش و جعبه کوچیکی در آورد و گرفت سمتم و گفت میشه مال من باشی؟ وای نمیدونید که چه حالی شده بودم. همه وجودم داغ شده بود و زبونم بند اومده بود. اصلا انتظار چنین خواستگاری رو تو همچین جایی ازش نداشتم. چند ثانیه طول کشید تا به خودم اومدم و فقط تو جوابش تونستم یه لبخند بزنم. جعبه رو گرفتم و بازش کردم. انگشتر خیلی قشنگی توش بود. گفتم چه خوش سلیقه‌ای. سرشو تکون داد و گفت آره من آدم خوش سلیقه‌ای هستم و انتخابام تک و بی‌نظیرن.
از کنایش خوشم اومد و خندیدم و انگشتر رو در آوردم و دستم کردم. محمد که تا اون لحظه دست بهم نزده بود با ذوق گفت مبارک انشالله و دستم رو گرفت و بوسید و بهم گفت سر تا پاتو طلا میگیرم و نمیذارم آب توی دلت تکون بخوره. حالا پاشو بریم که خیلی کار داریم. با یه حس و حال متفاوت مسیر رفته رو برگشتیم. وقتی رفتم خونه و واسه مامانم اینا تعریف کردم بهم تبریک گفتن و گفتن که محمد از بابا اجازه خواستگاری رو گرفته بود اما گفته بود به هیچ چیزی نگیم. از این کارش خیلی خوشم اومده بود و مهرش خیلی بیشتر از قبل به دلم افتاده بود. تو مدت کوتاهی تمام کارامون انجام شد. خونه گرفتیم، وسایلش رو چیدیم و یه جشن عروسی خیلی مجللم گرفتیم و رفتیم سر زندگیمون. محمد برخلاف پدر و مادر و خواهرم مشکلی با دیده شدن توی پیجم نداشت و راحت جلوی دوربین می اومد. با اینکه بیشتر آدمایی که ما رو میدیدن چه تو اطرافیانمون چه توی پیجم میگفتن ما به هم نمیایم، اما من عاشق محمد بودم و نفسم بهش بند بود و شیفته مرام و مسلکش شده بودم. چند سالی از زندگی مشترکمون گذشت و من درسم تموم شده بود و پیجم رشد کرده بود و درآمد خیلی خوبی ازش داشتم. دیگه چون کارم زیاد شده بود مجبور شدم واسه پیج ادمین و مدیر برنامه بگیرم. تو پیجم اعلام کردم و یه سری اومدن پیام دادن و درخواست کار کردن و از بینشون یه آقایی که از همه نظر مسلط به کار بود و از نظرم قابل اعتماد هم بود انتخاب کردم. کارای من و زندگی مشترکمون خیلی خوب داشت پیش میرفت تا اینکه تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. محمد گفت اول پیش متخصص برو چکاپ کامل بده که مطمئن شی مشکلی نداری و یه وقت توی بارداری اذیت نشی. منم رفتم و یه سری آزمایش دادم و نتیجهشو بردم به دکترم نشون دادم. به یه چیزایی مشکوک شده بود و دوباره یه سری آزمایش نوشت و در نهایت به هم گفت که توی گلوم یه تومور دارم که بهش نمیشه دست زد. دوتامون شوکه شده بودیم. محمد پرسجو کرد و بعد از کلی تحقیق یه بیمارستان توی استانبول پیدا کرد که با اشعه و پرتو درمانی میتونستن تومور منو از بین ببرن. منم که به خاطر حرف دکترم که گفته بود نمیشه به این تومور دست زد و ریسکش خیلی بالاست مجبور شدم قبول کنم و برای درمان به استانبول بریم. محمد تمام کارا رو انجام داد و پرونده پزشکیمو براشون فرستاد و بعد از پذیرشش خودمونم رفتیم. هر 2 ماه یک بار نوبت بیمارستان داشتم و بعد هر بار پرتو درمانی و تزریقاتی که انجام میدادن 1 هفته حالم خیلی بد بود و نباید حرکت میکردم. چند بار اول با هم رفتیم و هر بار 10 روز موندیم و برگشتیم. اما این همه رفت و آمد خیلی سخت بود و هزینه زیادی هم داشت. بابام پیشنهاد داد که یه خونه کرایه کنیم و هزینه‌ش هم خودش داد. کلاً با اینکه محمد از نظر مالی مشکلی نداشت و خودم هم درآمد خیلی خوبی داشتم، اما بیشتر هزینه‌های درمانمو بابام میداد. خلاصه که یه خونه نزدیک بیمارستان گرفتیم و من دیگه زیاد رفت و آمد نمی‌کردم. اوایلش دوری از محمد برام خیلی سخت بود و خودش هم دلش نمیخواست منو تنها بذاره و بره، اما چاره جز این نبود. دیگه کم کم به سبک جدید زندگیم عادت کرده بودم. محمد ماهی 1 بار می اومد و 2 روز میموند و برمیگشت، اما مامانم هر بار که نوبت بیمارستان داشتم می اومد و 10 روز پیشم میموند تا سر پا بشم و بعد برمیگشت ایران. زندگی هممون به هم خورده بود و هیچ چاره‌ای جز تحمل کردن نداشتیم. خودم هم هر چند ماه یه بار می اومدم خونه و یه آب و هوای عوض می کردم و برمیگشتم استانبول. روند درمانم هم بد نبود و دکترم راضی بود و می گفت نمیشه ریسک کرد و باید قدم به قدم جلو بریم. 1 سالی به همین وضع گذشت و من حس می کردم محمد دیگه اون حس و حال سابق و نسبت به هم نداره. از این طرف هم مدیر برنامه‌ام آقای راد به چند تا از هتل‌های ترکیه واسه تبلیغات ایمیل زده بود و باید حضوری می رفتیم و قرارداد می بستیم. محمدم در جریان بود اما خیلی راضی به این کار نبود و میگفت خودت تنها انجامش بده یا غیر حضوری قرارداد ببندین و نیازی نیست که راد پاشه بیاد ترکیه. این ممانعتش برام قابل درک نبود و اصلا نمیفهمیدم اومدن مدیر برنامه من واسه انجام کاری که وظیفشه و واسش داره حقوق میگیره چرا باید واسه شوهرم انقدر اهمیت داشته باشه. من و یه سری از بلاگرای همسطح خودم یه گروه بودیم و با هم همکاری میکردیم. از اونجایی که همیشه همه دوست آدم نیستن و تو هر کاری که وارد میشی آدمایی هستن که چشم ندارن پیشرفت و موفقیت تو ببینن،
تو گروه ما هم دختری بود به اسم شیما که با اینکه پیج خیلی خوب و بزرگی داشت و من هیچ وقت کاری به کارش نداشتم، اما چشم دیدنمو نداشت و آخرش هم چنان ضربه‌ای بهم زد که تا آخر عمرم نمیتونم فراموشش کنم. محمد کم کم بنای ناسازگاری گذاشت و منم مجبور شدم بهش بگم روابطم با آقای راد فقط تلفنی و آنلاینه و همدیگر رو زیاد نمیبینیم. ولی در واقعیت همچین چیزی نبود و آقای راد هر بار که نیاز بود میومد ترکیه و ما همدیگر رو ملاقات میکردیم. یه روز که با هم تو لابی هتلی که توش اقامت داشت قرار داشتیم، محمد سر رسید. نمیدونم کی و چجوری بهش آمار داده بودن که همون روز و همون ساعت خودشو رسونده بود. با راد داشتیم حرف میزدیم و چای میخوردیم که یه دفعه دیدم محمد روبرون وایستاده. خشکم زده بود و انتظار دیدنشو نداشتم. یه لحظه انگار خون به مغزم نرسید و هنگ کرده بودم. اما سریع خودم رو جمع و جور کردم و پا شدم که برم سمتش. اما با حرفی که بهم زد سر جام خشکم زد. بهم گفت شنیده بودم که از اعتماد و عشق من داری سوء استفاده میکنی و با این آدم یلا قبا ریختین رو هم، اما نمیتونستم باور کنم. گفتم تا با چشمای خودم نبینم باور نمیکنم. اومدم تا یک بار دیگه به تو عشقمون و به صداقتت ایمان بیارم و برگردم و برم دندونای آدمی که آدرس و ساعت این قرار رو بهم داده تو دهنش خورد کنم. اما متاسفم رها، متاسفم برات. اشکم سرازیر شده بود و میلرزیدم. اینا رو گفت و برگشت و رفت. دنبالش رفتم اما قدماشو تندتر کرد که بهش نرسم. صداش زدم، التماس کردم بمونه و حرفای منم بشنوه، اما بیفایده بود. گفتم جون رها وایسا برات توضیح بدم. تو اشتباه میکنی محمد، بهت دروغ گفتن. اما بدون اینکه توجهی بهم بکنه ازم دور شد و بیرون در سوار ماشین شد و رفت. راد بدبختم بیخبر از همه جا همینطور هاج و واج مونده بود و ما رو نگاه میکرد. محمد وقتی برگشت ایران رفت و درخواست طلاق داد و هر کاری کردم راضی نشد با هم حرف بزنه. یه روزم داداشش میلاد به هم زنگ زد و گفت محمد تمام وسایل تو جمع کرد و فرستاد در خونه باباتینا. حالم بد بود و دستم به جایی نمی رسید. به مامانم اینا هم نگفته بودم و بنده های خدا با دیدن اسباب اساسی هم دم درشون شوکه شده بودن و روز بعدش دوتاشون با هم اومدن استانبول. من حالم بد بود و بیماریم عود کرده بود و اون همه دوا درمونی که کرده بودم همش دود شد و رفت هوا. 2 ماه نگذشته بود که محمد غیابی طلاقمو داد و بعدش هم تو فضای مجازی آبرومو برد. قبلا چند باری تو استوریام تگش کرده بودم و فالوورام میشناختنش. ماجرای طلاق یهوییمونو با یه پست تو پیجم اعلام کردم. هیچکس باورش نمیشد عشق آتشین من به محمد اینجوری یه دفعه خاموش شده باشه. فالوورای کنجکاو و من واسه این که از زبون شوهرم حقیقت ماجرا رو بشنون هجوم برده بودن تو پیجش و پیج 2-3 هزار تاییش تو 2-3 روز رفت بالای 300,000 تا. بعدم یه لایف گذاشت و در عین ناباوریم نامردی رو در حقم تموم کرد و آبروم و جلوی اون همه آدم برد. گفت من به رها اعتماد داشتم، اما به چشم خودم چیزی رو دیدم که هر مرد با غیرت دیگه‌ای هم جای من بود و میدید همین کارو میکرد و پرونده زندگیشو با چنین زن هرزه‌ای میبست. داشتم از درد و غصه این ظلمی که بهم شده بود میمردم و دستم به جای بند نبود. مامان و بابام کنارم بودن و بهم دلداری میدادن و میگفتن باید قوی باشی و زندگی تو از نو بسازی، اما من داغونتر از این بودم که بخوام به ساختم فکر کنم. 1-2 ماه بعد یه روز که اینستاگراممو باز کردم و داشتم پیجمو چک میکردم، استوری شیما رو دیدم. چشمم داشت از حدقه در می اومد. اصلا باورم نمیشد. اون تو لباس عروس پای سفره عقد و کنار محمد نشسته بود. زیرش هم نوشته بود نمیدونین چند ساله که منتظر رسیدن این لحظه‌ام. حس میکردم روحی تو بدنم ندارم. چطور میتونستم باور کنم آخه محمد کجا، شیما کجا؟ روزای سخت و طاقت فرسایی رو میگذروندم. پیجم پر شده بود از آدمایی که خبر ازدواج محمد و شیما رو بهم میدادن. منم که مطمئن بودم دوتاشون استوریامو میبینن، یه شات از همون پیاما گرفتم و زیرش نوشتم مگه شماها براتون مهمه آشغالایی که دم در میذارین و کی بیاد و برشون میداره؟
مگه شماها براتون مهم آشغالایی که دم در میذارین و کی میاد و برشون میداره و میبره؟ راسته که 1 سالی طول کشید تا بتونم خودم رو پیدا کنم و سر پا بشم. درمانم هم با کمک پدر و مادرم چند تا از دوستای نزدیکم که توی اون شرایط همیشه کنارم بودن انجام دادم و تقریباً به آخراش رسوندم. الان یه بلاگر بزرگ و معروفم که پیشنهادهای کاری خیلی بزرگ نه فقط از ایران بلکه از همه جای دنیا دارم و بخش زیادی از این موفقیت و مدیون کاربلدی آقای راد هستم. کلاً بعد از جدا شدنم مسیر زندگیم یه جوری عوض شد که هیچ وقت فکرشم نمی کردم. چند وقت پیش از دوستام شنیدم شیما و محمد از هم جدا شدن. از شنیدن این خبر نه خوشحال شدم و نه ناراحت. اصلا دیگه آدمی به اسم محمد واسه من وجود نداشت. شیما هم انگار بعد از جداییش گفته بود از همون روز اول پشیمون شده بودم، اما دلم میخواست یه فرصت بهش بدم. اون در ظاهر خونه عشق منو روی سرم خراب کرد و خونه خودش رو روی ویرانه‌هاش ساخت، اما واقعیت ماجرا چیز دیگه ای بود. فقط انقدر میدونم که هیچ کاری توی این دنیا بی جواب نمیمونه و همه آدما نون قلبشونو میخورن و یه روزی جواب کارهایی که کردن رو میبینن.